تصور کن یه نسخه بهتر از خودت وجود داره که هیچ وقت کاراشو پشت گوش نمیندازه. همیشه روی اهدافش متمرکزه و هیچ حواس پرتی نمیتونه جلوشو بگیره. خبر خوب اینه که اون نسخه از تو وجود داره. فقط باید راه درست رو برای فعال کردنش بلد باشی. و این دقیقاً چیزیه که قراره توی این ویدیو یاد بگیری. تصور کن یه پروژه مهم داری که باید آخر هفته تحویلش بدی، اما به جای کار کردن روی اون نشستی و قسمت جدید سریال مورد علاقت رو میبینی. زمان میگذره. دقیقه 90 با استرس سراغ کارت میری و بعدش خودتو سرزنش میکنی. ولی مشکل اینجاست که میدونی دفعه بعدم همین اتفاق قراره بیفته. چرا اینجوریه؟ چرا حتی وقتی یه هدف مهم داریم بازم اهمال کاری میکنیم و میریم سراغ چیزای بی اهمیت؟ اگه این سوال رو حداقل یه بار از خودت پرسیدی، پس آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره درباره چیزی صحبت کنیم که مغزت نمیخواد بدونی. تمرکز تو یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌هاته. شرکت‌های تبلیغاتی میلیاردها دلار خرج میکنن تا توجه تو رو بدزدن. به زبون ساده اونا دوپامین مغزت رو سمی میکنن تا تو رو به یه مشتری همیشگی حواس پرتی تبدیل کنن. اما مغز ما هم بی تقصیر نیست. سیستم‌های دوپامین توی مغز نقش اصلی رو در ایجاد انگیزه بازی میکنن. وقتی دوپامین به درستی تنظیم بشه، میتونی روی کارهای مهم تمرکز کنی و به اهداف بلند مدتت برسی. اما تو دنیای امروز این سیستم دچار اختلال شده و نتیجهش میشه اهمال کاری، حواس پرتی و لذت‌های کوتاه مدت بی‌پایان. حالا خبر خوب اینه که راه حلی برای این مشکل وجود داره و من میخوام توی این ویدیو راه حلش رو بهتون بگم. امروز قراره توی این ویدیو یاد بگیریم چند مدل دوپامین داریم و چطور روی تصمیمات ما تأثیر میذارن. چرا مغز ما همیشه دنبال لذت‌های کوتاه مدت و چطور جلوشو بگیریم. 4 فریب ذهنی که باعث میشه به کارهای مهممون نرسیم. مورد بعدی اینه که 3 مرحله اصلی سم‌زدایی دوپامین که زندگیتو متحول میکنه رو میخوام بهتون بگم و مهمتر از همه چطور بعد از سم‌زدایی به حالت قبل برنگردیم. پس یه کاغذ و قلم بردار و تا آخر این ویدیو همراه من باش. بریم سراغ بخش اول. مغز ما چطوری با دوپامین کار میکنه؟ دوپامین یه ماده شیمیایی ساده نیست، بلکه مثل واحد پول انگیزه توی مغزه. وقتی یه کار جدید یاد میگیری یا یه هدف رو به سرانجام میرسونی، دوپامین باعث میشه حس خوبی بگیری و انگیزه پیدا کنی تا دوباره اون کار رو انجام بدی. اما این فقط یه روی سکه است. ما 3 نوع اصلی دوپامین داریم. اولیش دوپامین مزولیمبیکه. این نوع دوپامین مسئول ایجاد حس پاداش و انگیزه است. مثلا وقتی یه کار مهم رو تموم میکنی و احساس خوبی که بهت دست میده، از این نوع دوپامین میاد. دوپامین نوع دوم دوپامین مزوکورتیکاله. این نوع روی تصمیم گیری و رفتارهای ما اثر میذاره. اگه امروز تصمیم گرفتی به جای کار کردن بری اینستاگرام رو بگردی، احتمالاً این نوع دوپامین نقش داشته. و نوع سوم دوپامین نیگروستریاتال هست. این یکی بیشتر به کنترل حرکت بدن مربوطه و به موضوع ما خیلی ربطی نداره. پس وقتی درباره دوپامین حرف میزنیم، اون 2 نوع اول هستن که زندگیمونو تحت تاثیر قرار میدن. اینجا یه نکته مهم وجود داره که خیلیا اشتباه متوجه میشن. دوپامین ماده شیمیایی لذت بخش نیست. دوپامین فقط باعث ایجاد انتظار پاداش میشه، نه خود لذت. یعنی توی ذهن ما تصور لذت از خود لذت جذابتره. یه قمارباز رو در نظر بگیر، کلی پول باخته، اما بازم اگه پول دستش بیاد دوباره میره سراغ قمار. چرا؟
چون فکر میکنه این بار میبرم. این انتظار پاداش حتی اگر هیچ تضمینی وجود نداشته باشه باعث میشه دوباره همون کارو تکرار کنه. مغز ما همین ترفند رو توی کارهای روزمره استفاده میکنه. چرا وسط کار مهم یهو حس میکنی باید بری پیامکاتو چک کنی؟ چرا گوشیتو هر چند دقیقه یه بار چک میکنی حتی وقتی هیچ اعلانی نداری؟ چرا ترجیح میدی به جای شروع یک کار بزرگ توی اینستاگرام بچرخی؟ چون مغزت دنبال پاداش سریع‌تره. وقتی میتونی با کشیدن یه سیگار، چک کردن گوشی یا دیدن یه ویدیو همون حس رضایت سریع رو به دست بیاری، چرا باید 6 ماه تلاش کنی تا یه موفقیت واقعی کسب کنی؟ خبر بد اینه که مغز به این پاداش‌های سریع عادت میکنه و به مرور زمان دوز بیشتری ازشون میخواد. همینه که باعث اعتیاد میشه، مثل اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، اعتیاد به خرید کردن، اعتیاد به بازی‌های کامپیوتری یا حتی اعتیاد به ورزش بیش از حد یا روابط ناسالم. قبل از اینکه بخوام 4 فریب مغز رو بهتون بگم، ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید تا انرژی مثبتتون به سمت من بیاد. حالا میخوام 4 تا فریب مغز که باعث میشه اهمال کاری کنیم رو بهتون بگم. مغز ما 4 تا ترفند داره که باهاش ما رو از کارهای مهم دور میکنه. اولیش اینه: برگشتن به کارت خیلی آسونه. مغز بهت میگه اشکالی نداره، هر وقت بخوای میتونی برگردی سر کار اصلیت. ولی بارها شده که یه نگاه به گوشی بندازی و بعدش یهو ببینی 2 ساعته که گذشته. ترفند دومش اینه: بهت میگه میتونی بعداً انجامش بدی. این یکی معروفه: الان حوصله ندارم، فردا انجامش میدم یا از شنبه شروع میکنم. اما فردا هم همون داستان تکرار میشه و پروژه های مهممون تا دقیقه 90 عقب میفته. ترفند سوم مغز اینه: لذت ببر، عشق کن. مغز ما تفاوت بین هیجان و رضایتمندی رو درک نمی‌کنه. 2 ساعت ویدیوی اینستاگرام رو دیدن شاید هیجان انگیز باشه، ولی آیا آخرش حس مفیدی داره؟ و ترفند 4مش اینه: اگه چک نکنی یه چیز مهم رو از دست میدی. ترس از عقب موندن باعث میشه مدام حواسمون پرت بشه، در حالی که بیشتر وقتا واقعا هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. اما یه راه فرار از این تله وجود داره، یه روش علمی ثابت شده که میتونه مغزت رو دوباره روی مسیر درست تنظیم کنه. سم‌زدایی دوپامین همون چیزیه که همه درباره‌اش حرف میزنن. کتاب دوپامین دتوکس 3 روش برای سم‌زدایی پیشنهاد میکنه. اولیش روش 48 ساعت هست که باید 2 روز کامل بدون هیچ حواس پرتی زندگی کنی. این روش سخته اما موثره. روش دوم روش 24 ساعته هست. یه نسخه سبکتر که یه روز بدون دوپامین سمی سپری کنی. و روش سوم روش عادت به عادته که منطقی ترین روشی هست که مرحله به مرحله از عادتهای بد فاصله میگیری. اینجا قراره با 3 مرحله اصلی خودتو از دام دوپامین سمی خلاص کنی. مرحله اول دسته‌بندی عادت‌ها. یه جدول بکش و اینطوری دسته‌بندی کن. سمت راست عادت‌های مضر که نه به کارت میان نه به هدفت و بیشتر از نیم ساعت تو روز وقتتو میگیرن بنویس، مثل چرخیدن توی شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های کامپیوتری، دیدن ویدیوهای تصادفی. و سمت چپ کارهای مهمی که برای پیشرفتت لازمن رو بنویس، مثل کار، مطالعه، ورزش و یادگیری یه مهارت جدید. هدف اینه که آروم آروم از سمت راست جدول بیای به سمت چپ. اما چطوری؟ اول باید بفهمی
کدوم عادت‌ها بیشترین زمان ازت میگیرن؟ برای بیشتر ما این سیاه چاله‌های دیجیتال هستن، مخصوصاً این گوشی و شبکه‌های اجتماعی که با این الگوریتم‌های جذب کنندشون ما رو به خودشون جذب میکنن. مرحله دوم ایجاد استحکاک برای عادت‌های بده. حالا استحکاک یعنی چی؟ یعنی هر چقدر دسترسی به یه چیز سخت‌تر باشه کمتر سمتش میری. کتاب دوپامین دتوکس توضیح میده که مغز ما دنبال راحت ترین مسیر ممکنه. یعنی اگر گوشی دم دستت باشه احتمال اینکه وسوسه بشی و چکش کنی خیلی بیشتره. حالا چطور این استحکاک رو بالا ببریم؟ میتونی گوشی رو بذاری یه جای دور از دسترس، یا میتونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تایمر بذاری. از اون طرف باید استحکاک کارهای مهم رو کم کنی. مثلا کتاب یا دفتر کارت رو جایی بذار که سریع تو دسترست باشه، یا یه محیط کار تمیز و بدون حواس پرتی درست کنی، یا اینکه قبل از شروع روز مشخص کنی که روی چی باید تمرکز کنی. و مرحله سوم اینه صبح تو نجات بده. شروع صبح روی کل روزت تأثیر میذاره. تحقیقات نشون میده که اولین کاری که صبح انجام میدی مسیر بقیه روزتو مشخص میکنه. اگه روزتو با چک کردن گوشی و شبکه‌های اجتماعی شروع کنی، مغزت روی دریافت دوپامین فوری تنظیم میشه. ولی اگر یک کار مفید انجام بدی، ذهنت توی مسیر درست قرار میگیره. حالا میخوام چند تا توصیه از این کتاب برای صبح عالی بهتون بگم. اولیش اینه که تو اولین ساعت روز گوشی رو چک نکن. یه کار ساده اما مفید انجام بده، مثل ورزش، مطالعه یا نوشتن اهداف روزانه. حالا یه سوال مهم، چطوری جلوی برگشتن به عادتهای بد رو بگیریم؟ بزرگترین مشکل بعد از سم‌زدایی دوپامین اینه که بعد یه مدت یواش یواش برمیگردیم سر همون عادتهای قبلی. شاید اولش با انگیزه شروع کنی، اما یه روز با یه چک کردن یا دیدن یه ویدیو دوباره میبینی که توی همون چرخه قدیمی افتادی. حالا راه حل چیه؟ اینجا میخوام بهتون چند تا روش بگم که دیگه به اون عادتهای مخرب برنگردی. اولیش اینه، برای لحظات ضعف یه راه فرار از قبل آماده کن. همیشه اون لحظه هایی هست که کنترل خودتو از دست میدی و یه دفعه میبینی که رفتی سراغ عادت بد. برای این لحظه ها از قبل یه راه فرار آماده کن. اگه میدونی ممکنه گوشی رو چک کنی، یه تایمر براش تنظیم کن که بعد از یه مدت خاموش بشه. اگه ممکنه وسوسه بشی توی یوتیوب یا اینستاگرام بچرخی، یه لیست از ویدیوها یا کارهای مفیدی که باید انجام بدی کنار دستت داشته باش. اگه استرس باعث میشه برگردی سر عادت بد، یه کار جایگزین سریع مثل یه پیاده روی کوتاه یا چند تا نفس عمیق داشته باش. روش دوم اینه، یه عادت جایگزین برای هر عادت بد بساز. بیشتر وقتا ما نمیتونیم یه عادت بد رو حذف کنیم. فقط میتونیم جاشو با یه عادت خوب پر کنیم. مثلا به جای اینکه بعد از بیدار شدن مستقیم بری سراغ گوشی، اول یه لیوان آب بخور و 5 دقیقه حرکت کششی انجام بده. به جای اینکه هر وقت استرس داشتی بری سمت شبکه‌های اجتماعی، یه دفترچه داشته باش که توش افکارتو بنویسی. یا به جای اینکه قبل خواب توی یوتیوب بچرخی، یه کتاب کنار تختت بذار و چند صفحه ازشو بخون. حالا نوبت توئه. این بار دیگه قرار نیست اسیر حواس پرتیا بشی. دیگه قرار نیست وقتتو توی یه چرخه بی پایان هدر بدی. حالا تو راهشو بلدی. میدونی چطور ذهنت رو از این تله آزادش کنی. فقط دوست عزیزم
یه چیز میمونه، اینکه اقدام کنی. همین امروز، همین الان یه قدم کوچیک بردار. حتی اگر فقط یه تغییر ساده باشه. مهم اینه که شروع کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما برای دوستاتم بفرست. شاید همین یه ویدیو شروع یه تغییر بزرگ برای اونا هم باشه. دوستای عزیزم، از لایک و کامنتاتونم واقعا ممنونم. حمایت شما به من انگیزه میده که این راهو ادامه بدم. یادتون باشه خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، عشق برای شما. خدا نگهدار.